اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان درباره مقام و منزلت زن مادر میگویند زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت، صداقت، سخاوت و اصالت و علم و معرفت را پرورش میکنند و قلب پاک آنها همیشه برای آرام و آسوده و پاینده و استوار نگاه داشتن عائله، جامعه و دولت میتپد. بله، ارجگذاری به زحمت مادر و زن از وظیفه مقدس محسوب می شود. با نظر داشت بزرگداشت زن در با تشبس ریاست کار با زنان و عالی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و گروه تشبسکاران بانوان ژورنالیست صداقت صبح امروز در طربخانه سوقدیان مرکزی ولایت با اشتراک زنان فعال ولایت فوروم واخوری سه نسل دوران تحت عنوان سیمای زنی تاجیک برگزار گردید. سیاستمدار شناخته شهروند فخری شهر خوجند فعال زنی ولایت بهاجل رحیم و در چاره‌بینی اشتراک و برآمد نموده از حیات روزگاری خویش به حاضرین نقل کرد. انا همون دورانده ما فقط گوش ما و مادرها میگفتن که همین جنگ نشود شد دیگر همش حل شونده گفتن و به فکر من امروز هم اکتوال این چیز همین درست هم اکتوال اگر ما صلح داریم وحدت داریم تینجی امانی داریم همش میشه. نقش بانوان در تحکیم و رشد جامعه بنیاد عائله خوشبخت، تعلیم و تربیت فرزند و افزایش اعتبار خاندان نهایت مهم و ارزشمند میباشد. طور سرور دولت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قید نمودند امروز جامعه تاجیکستان در سیمای زن نه تنها مادر، خواهر و همسر بلکه سیاستمدار شناخته، دانشمند اصیل، سروری موفق، صاحبکار سخاوت پیشه، طبیب حاذق، کارمند پاک وجدانی مقامات حفظ حقوق، حامی وطن، بیناکار نامدار، مربی نسل‌ها و همشیره مهربان را می‌بیند که این مایه افتخار هر یک ما و شما میباشد. گفت ضمن سخنرانی خویش سردار ریاست کار با زنان و عالی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت خواجه‌زاده خورشیدخان. همگان معلوم است که زیاده از 50% اهالی کشور که زنان تشکیل می‌دهند و در ساحه‌های گوناگون مختلف خودجویی خلق فعالیت دارند و پیش از همه در ساحه‌های راهبری کننده امروز گوناگون دولتداری امروز ما زنان رو خیلی فعالیت نظارت رو می‌بینیم. و بار دیگر من میخواستم که تاکید به آن کنم که هر یک حیات و زندگی نامه فعالیت پرثمر شما در رشد نموی کشور ما خیلی ارزنده است. در زندگی گاه و مشکلی های به سر کس می آید ولی از این نباید راه افتاده شد. باید تلاش و کوشش نمود تا همیشه موفق باشی. این گونه عقیده دارد یکی از اشتراکچی فوروم صدبرگ مطلع بود. گردش حیات او را از راهگردی محروم کرد ولی این نتوانست که صدبرگ راه افتاده سازد. او آموخت، تلاش کرد، زحمت کشید، برای پیش بردن حیات خود راه یافت و از معیوب بودن خویش هیچ راه افتاده نیست و این نمیتواند در زندگیش مانع ایجاد کند. از روزی ازل نوشته بود است با قلم چند ساله عذاب و رنج در تقدیرم از غصه و غم خسته و دلگیرم در کنج خانه پای در زنجیرم لیک حالا چنین نمیگویم لیک حالا میگویم ما اگر معیوب هستیم جان ما معیوب نیست عقلی ما ادراک ما ایمان ما معیوب نیست ما اگر در زندگی از هر دو پای محروم شدیم زوری 10 انگشت در دستان ما معیوب نیست. زیبا جان قربانова یکی از اعضایان گروه تشبسکاران بانوان ژورنالیست صداقت ضمن صحبت هدف برگزاری فوروم مذکور را چنین شرح داد. هدف اساسی آن این پیش از همه ارجگذاری و بزرگداشت مادرانی است که در انکشاف تمدن و فرهنگ ملی سهم باسزا گذاشتند و نفرانی هستند که نه تنها برای صاحب معرفت کردن زنان اینچنین دختران مساعدت کردند، نفرانی هستند که برای تربیت نسل آینده بین و آینده ساز عدالتخواه و وطنپرور و هنرمند و سازنده به واسطه سهم ارزنده خود را گذاشتند، زمینه به وجود آوردند و از جانب دیگر شناختی زن تاجیک در 3 دوران تاریخی بود که من باور دارم تا جای به این موفق شده. بعد از برآمدی زنان سیاستمدار، طبیب، روزنامه‌نگاران 3 نسل دوران قهرمان‌های امروز چاره‌بینی نیز از حیات روزمره خویش نقل کردند. پدر که ما را از همان کوچکی پرتافته رفت مهر پدر را ندیدم، لیکن در زندگی من باید دستی آن شخص را گیرم که من صمیمی دوست می‌دارم.
аз ҷониби иштирокчии форум Садбарг Муталлиба ва намоиши рақс пешниҳод карда шуд, ки ҳамагонро ба ҳаяҷон овард. гузориши Парвин Аҳророва, Турсунали Шералиев барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.